سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خب این ایردراپ میجر هست. بالاخره امروز 8 آذر ماه ساعت 3:30 بعد از ظهر توزیع و لیستینگ توکن همزمان با هم انجام خواهد شد. یعنی در واقع انتقال ایردراپ یا اون توکن های میجر به کیف پول شما همزمان با لیستینگش در چند صرافی بزرگ انجام خواهد شد. یعنی امروز در واقع قیمت گذاری خواهد شد و قابل خرید فروش خواهد بود. خب ما برای اینکه بتونیم توکن ها رو دریافت بکنیم باید چند نکته رو رعایت بکنیم. اینجا از بخش گزینه ایردراپ ورود بکنید. وقتی که به این صفحه وارد میشید آدرس کیف پول تونکیپر شما رو نوشته، ابتدا و انتهای کیف پول اگر که صحیح هست که بسیار عالی. اینجا در واقع اعلام کرده که برای برداشت حدود 13 صدم تون کوین به عنوان کارمزد نیاز داره که این مقدار در ادامه این آموزش بیشتر خواهد شد. پس شما باید مقدار بیشتری تون کوین داخل کیف پول تون کیپر خودتون داشته باشید که بتونید کارمزد برداشت یا اون فی رو پرداخت بکنید. خب اگر که این کیف پول شما صحیح است و شما موجودی حداقل دیگه باید حدود 40 سنت یا 4 دهم تون کوین موجودی داشته باشید. اگر دارید خب اینجا روی گزینه اوکی کلیک بکنید. این در واقع به این صفحه که ورود میکنید این در واقع ربات واسطه توکن تیبل هست. اون دوستانی که قبلا ایردراپ داگز رو کار کردن توکن تیبلز رو کامل میشناسن. این یک ایردراپ، این یک در واقع صرافی یا یک در واقع بهتون بگم کیف پول واسط هست بین میجر و کیف پول تونکیپر شما. اگر که قبلا توکن تیبل رو به تونکیپر خودتون اتصال داشتید خب بر شما چیزی نمیاد، درخواستی نمیاد، ولی اگر که به تازگی دارید این رو باز میکنید برای شما درخواست میاد که در واقع همین در واقع ربات واسطه توکن تیبل رو کانکت بکنید به کیف پول تونکیپر خودتون که بعد شما این کار رو انجام بدید. یعنی قبل از اینکه به این صفحه ورود بکنید شما بعد ربات رو به تونکیپر خودتون متصل بکنید که وارد این صفحه بشید. خب میبینید که برای برداشت این میجر از توکن تیبل خودتون 90 روز زمان هست. یعنی تا 90 روز دیگه میشه این براش رو انجام داد. این مقداری هست که این اکانتی که من دارم آموزش میدم یعنی 171 توکن میجر دریافت خواهد شد. خب برای این کار من اینجا باید فقط روی گزینه کلیم کلیک بکنم. ببینید اگر که این اخطار رو دارید به خاطر شلوغی شبکه هست باید هر از چند وقتی این کار رو انجام بدید که در واقع به جای اینکه شما اخطاری دریافت بکنید ورود بکنید به صفحه پرداخت کارمزد. پرداخت کارمزد هم چون که من قبل از این آموزش تستی این آموزشیه که با برای خودم تست کردم دقیقاً برای من 3 دهم تون کوین اعلام کرد و این 3 دهم تون کوین چیزی که من دیدم حدود 1 دهمش رو ریفاند نوشته بود. یعنی امکان داره که 1 دهم تون کوین پرداختی برگشت داده بشه به اون اکانت تونکیپر شما. خب حالا منم همونجوری که دارم اینجا روی گزینه کلیم کلیک میکنم هنوز هیچ اتفاقی نمیافته چون که بهتون میگم شبکه شلوغ هست. خب ببین الان این قسمت باز شد. اینجا در واقع من هدایت میشم به تونکیپر خودم برای پرداخت کارمزد. روی گزینه اوپن والت کلیک میکنم، برمیگرده به کیف پول من. بله ببینید دقیقاً 3 دهم تون کوین من باید پرداخت بکنم، پس 13 صدم نیست 3 دهم باید پرداخت بشه. ولی خب اینجا اعلام کرده که ریفاند حدود 11 صدمش رو پرداخت برگشت خواهد داد. حالا ما نمیدونیم که بعد از اینکه ما این میجر رو دریافت کردیم این مقدار برگشت خواهد خورد یا خیر، ولی خب چیزی که حالا خوده که